افشای حقایق تازه تباه شدن غزال نایت در دبی. رسوایی عجیب غزال نایت بارجه آرایش بار دیگر در صفحات مجازی غوغا برپا کرده است. دلیل سفرهای غزال نایت به دبی چی بوده است؟ غزال در دبی مصروف چی کار باری بوده است؟ غزال نایت چرا دیگر آهنگ جدید برای دوستدارانش نشر نکرده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. غزال نایت، هنرمند خوش صدای افغان، یکی از چهره‌های سرشناس در هنر موسیقی افغانستان بوده است. شهرت و محبوبیت هنری خوب در میان هنرمندان افغانستان داشته است. غزال نایت علاقه‌مندان و طرفداران هنری خاص خودش را داشته است. وی بیشتر اوقات دوست داشته است آهنگ‌های پشتو بسراید، ولی آهنگ‌های به زبان شیرین دری، ازبکی و هزارگی هم زیبا می‌سراید. غزال در سن نوجوانی با سرودن آهنگ‌های دوگانه با نظیر خارا و کارهای هنریش آغاز کرد. هرچند در آن زمان غزال نایت در افغانستان بوده است و چهره‌اش را برای دوستداران صدایش نشان نمیداد، ولی بعد از رفتنش به کشور کانادا ویدیو کلیپ‌های با قیس الفت ساخت و چهره‌اش را برای دوستداران و طرفداران صدایش ظاهر کرد. جدیداً غزال نایت رفت و آمدهای بیشمار کاری به کشور دبی داشته است. وی در کشور دبی قرار بود رستوران بزرگی به نام خودش بسازد، ولی غزال نایت در کشور دبی تمامی سرمایه‌اش را از دست داده است و به همین خاطر مدت فراوانی می شود و از صفحات مجازی دوری گزیده است و دیگر کارهای هنری انجام نداده است. ولی برد و باخت، کامیاب شدن و موفق نشدن در زندگی همه انسان‌ها معمول بوده است. من آرزوی خوشبختی، سعادت و موفقیت برای این بانوی هنرمند از بارگاه ذات لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران غزال نایت به اشتراک بگذارید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه ذات لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر، امیدتان را به الله منان سپرده، موفق و کامیاب باشید.